دوستان عزیزم سلام. تصور کن تمام زندگیت، تمام جان و مال و آبروی تو فقط بند یک دروغ باشه، یه دروغ کوچیک که مثل بهمنی از کوه سرازیر میشن و تو رو به جایی میبرن که هرگز فکرشو هم نمیکردی. داستان امروز ما داستان مردیه که از هیچ به همه چیز رسیده، اما بهایی پرداخت کرد که هر لحظه قلبش رو تو دهنش می آورد. داستان ترس، شانس و رازی که نباید فاش می شد. امروز قراره که با هم به دنیای قدیم بریم، به کوچه پس کوچه هایی که بوی کاگل میدن و به دربار پادشاهی که مرگ و زندگی در نوک انگشتان اوست. پس اگر آماده ای چشماتو ببند و فقط به صدای من و این قصه گوش بده. در شهری دور، در زمانی که خونه ها خشتی بودند و شبها فقط با نور پینه سوز روشن می شدند، حمالی زندگی می کرد. نامش رو کسی به خاطر نداشت. همه اونو حمال صدا می زدند. هر روز قبل از سپیده صبح شال بندش رو به کمرش می بست، پینه های دستش رو لمس می کرد و راهی بازار می شد. صدای باهاش روی سنگ فرش های خنک تنها صدایی بود که در اون ساعت صبح شنیده می شد. او بارهای سنگین رو جا به جا می کرد. طبقهای میوه، کیسه های برنج، لنگه های بزرگ پارچه. عرق از پیشونیش روی خاک می چکید و تمام مزدش فقط چند سکه سیاه بود که به سختی شکم خودش و زنش رو سیر می کرد. اما حمال راضی بود تا اینکه اون روز کذایی فرا رسید. زن حمال اون روز صبح بغچش رو بست. در بغچش چیزی نبود جز یک صابون دستساز کوچیک، یک لنگ کهنه و یک پیراهن شسته شده که 1000 بار وصله خورده بود. او راهی حمام عمومی شهر شد. صدای بخار آب، بوی تند سدر و صابون و همه زنانی که در میان مه غلیظ گرمخانه پچ پچ می کردن. زن حمال بغچش رو روی سکوی سرد حمام گذاشت و با احتیاط گوشه‌ای برای خودش پیدا کرد. درست در همون لحظه درب حمام باز شد و زن رمال باشی پادشاه با خدم و حشم وارد شد. لباسهاش از ابریشم بود، کفشهاش از چرم ساغری و غروری که در چشمانش داشت از تمام طلاهایش سنگین تر بود. زن رمال باشی مستقیم به سمت سکوی زن حمال اومد و با نوک انگشتانش بغچه کهنه او رو گرفت و با چندشی که در چهرهش پیدا بود اون رو به گوشه‌ای پرتاب کرد روی زمین نمناک. زن حمال با دست پاچگی جلو رفت، بغچه رو برداشت و با صدایی لرزان گفت: خانم چرا؟ این مال من بود. زن رمال باشی با خنده‌ای تحقیرآمیز نگاهی به سر تا پای او انداخت و
گفت حیف این سکو نیست که جای این پارچه پاره های تو باشه. برو به گوشه‌ای که چشمان من به فقر تو نیفته. شوهر من نبض تقدیر پادشاه رو تو دستاش داره و تو حتی نمیتونی یه صابون معطر بخری. اون لحظه در میان بخار گرم حمام زن حمال حس کرد تمام بدنش از خجالت یخ کرده. اشکهاش با آب صابون یکی شده. در دلش عهدی بست، عهدی که تمام زندگی شوهرش رو زیر و رو کرد. شب که شد حمال به خانه اومد، خسته، با شونه هایی که از سنگینی بار خم شده بود. اما زن به جای چای گرم با چشمان سرخ و قلبی پر از کینه منتظرش بود. زن فریاد زد دیگه بسه. تا کی باید بار مردم رو بکشی و من بار تحقیر زن رمال؟ حمال با تعجب گفت زن، من که جز بازویم هنری ندارم. زن با قاطعیت گفت فردا صبح زود میروی بازار، بار رو زمین میگذاری و یک تخته رمالی میخری. حمال لرزید. رمالی؟ من که حتی سواد خوندن هم ندارم. من که غیب نمیدونم. زن گفت همین که گفتم. یا رمال میشوی و آبروی مرا میخری یا دیگر این خانه جای من نیست. حمال اون شب تا صبح به سقف چوبی اتاق خیره شد. صدای جرجرک‌ها توی حیاط انگار داشتن به تقدیرش میخندیدن. صبح شد. بلند شد و پیراهن کهنه‌اش رو پوشید و با آخرین سکه هاش یک تخته، یک مهره و یک کتاب قدیمی خرید که هیچ چیز از اون نمیفهمید. او در گوشه از میدان شهر نشست. سرش رو پایین انداخت و زیر لب دعا میکرد که کسی سراغش نیاد. ساعتی نگذشته بود که مردی هراسان با لباسهای خاکی و چهره آشفته به سمت حمال دوید. او یک قاطرچی بود. قاطرچی با التماس گفت ای رمال، به دادم برس. تمام زندگیم 7 قاطر بود که دیشب از اصطبل غیب شدند. اگر پیدایشان نکنم اربابم مرا خواهد کشت. تو را به هرچه میپرستی بگو قاطرهایم کجاست. حمال قلبش شروع کرد به تپیدن. عرق سرد روی کمرش نشست. او چه میدانست قاطرها کجا هستند؟ برای آنکه از شر قاطرچی خلاص شود و فقط یک چیزی گفته باشد چشمهایش را بست. دستش را روی تخته رمالی چرخاند و به سمتی تصادفی اشاره کرد، به سمت تپه های پشت شهر، و با صدایی که از ترس می لرزید گفت برو به آن سمت، پای آن درخت کهنسالی که شاخه‌اش شکسته، شاید آنجا باشد. قاطرچی به امیدی کاذب دوید و رفت. حمال بساطش را جمع کرد که فرار کند. اما ساعتی بعد صدای هلهله و شادی قاطرچی در تمام بازار پیچید. قاطرچی
در حالی که افسار 7 قاطر را در دست داشت به سمت حمال آمد و یک کیسه کوچک نقره مقابلش گذاشت. معجزه کردی رمال، دقیقاً همانجا بود. تو از غیب با خبری. حمال مات و مبهوت به کیسه نقره نگاه کرد. خبر مثل آتش در انبارگاه پیچید. رمالی در بازار نشسته که قاطر گم شده را در هوا پیدا می کند و این تازه شروع ماجرا بود. اون شب بعد از رفتن قاطرچی بازار کم کم خالی شد. صدای پاها یکی یکی محو شد و فقط بوی خاک گرم نشده و نور آخر غروب ماند. حمال تنها نشسته بود روبروی تختی که هنوز نمیدونست چرا کار کرده و کیسه از نقره که سنگینیش بیشتر از خوشحالی ترس رو وجود می آورد. کیسه رو آروم باز کرد. سکه ها در نور کم برق زدند، نه مثل طلا، مثل اتهام. زیر لب گفت این پول مال من نیست، اما دستهاش لرزید و دهانه کیسه رو دوباره بست. شب که شد به خونه بازگشت. چراغ کم نور بود و زن منتظر. وقتی کیسه رو دید چشماش برق زد، اما حمال نه نشست و نخندید و نه نفس راحتی کشید. گفت که چیزی نمیدونه، که همش شانس بوده که اگر یک نفر دیگه بیاد و چیزی بپرسه چی کار باید بکنه. زن لحظه ای ساکت موند و بعد آروم گفت مهم نیست. مردم خیال میکنن میدونی. همین کافیه. و همین جمله بدتر از هر فریادی در دل حمال نشست. اون شب خواب به چشمش نیومد. به سقف خیره شد. به صدای نفس زن، به صدای دور شهر و با خودش فکر کرد اگر کسی باز بیاد و چیزی ازش بپرسه چی داره که جواب بده. عرق سرد روی پیشونیش نشست و فهمید دیگه راه برگشتی نداره. صبح قبل از اون که آفتاب بالا بیاد همه مردم تو کوچه ها پیچید. در رو که باز کرد چند نفر ایستاده بودن. حمال همونجا فهمید این دیگه قصه یک حمال ساده نیست. قصه مردیه که ناخواسته قدم به قدم داره به دربار پادشاه نزدیک میشه. آوازه حمال به گوش پادشاه رسید. اتفاقا در همون روزها خزانه پادشاه رو زده بودند. 40 دزد قهار 40 کیسه پر از طلا و جواهر رو برده بودند و هیچ کس ردی از اونها نداشت. پادشاه دستور داد اون رمال غیبگو رو بیارن. اگر طلاها رو پیدا کنه هم وزنش طلا میگیره و اگر نه گردنش رو میزنه. حمال رو به دربار بردن. شکوه کاخ، صدای چیرچیرک زره سربازان و نگاه نافذ پادشاه. حمال لرزید. اون رو توی اتاقی زندانی کردند و گفتند 40 روز فرصت داری. 40 روز وقت داری تا دوستها رو پیدا کنی. حمال در اون اتاق تاریک نشست و با خودش گفت خدایا من که رمال نیستم. من فقط یک حمال ساده. او
برای اینکه روزهای باقی مانده از عمرش رو بشماره 40 دونه خرما را در کوزه‌ای گذاشت و گفت هر شب یک خرما میخورم. وقتی به 40مین خرما رسیدم یعنی وقت مرگ من فرا رسیده. اما دوستها که در میان خدمه قصر بودند ترسیدند. اونها شب اول یکی از خودشون رو فرستادن تا از پشت پنجره ببینن رمال چه میکنه. حمال درست در همون لحظه اولین خرما رو خورد و با آهی بلند گفت ای دل غافل که اولیش اومد. دزد اول که پشت پنجره بود از ترس قالب تهی کرد. او فکر کرد رمال با غیبگویی فهمیده که او اولین دزده. شب دوم دزد دوم رفت و حمال خرمای دوم رو خورد و گفت دومیش هم اومد و این ماجرا ادامه داشت تا شب 40. دزدها که دیگه به یقین رسیده بودن رمال همه چیز رو میدونه همگی به اتاق او ریختند. پاشو بوسیدند و گفتند ای رمال بزرگ، تو رو به خدا ما رو لو نده، طلاها رو برمیگردونیم، فقط جان ما رو نجات بده. حمال که از تعجب زبونش بند اومده بود فهمید که بخت بار دیگه به او لبخند زده. حمال طلاها رو پیدا کرد. پادشاه به او پاداش بزرگی داد و اونو رمال باشی کل مملکت کرد. اما حمال که دیگه از ترس فاش شدن رازش پیر شده بود مدتی خودش رو به دیوونگی زد و از کاخ پادشاه فرار کرد و دست همسرش رو گرفت و به شهر دیگه عزیمت کرد. او یاد گرفت که زندگی ترکیبی از شجاعت و دروغ و گاهی یک شانس بزرگ. او دیگه حمال نبود، اما تا آخر اون هر وقت باری رو به دوش کسی میدید لبخندی میزد و خدا رو شکر میکرد که دیگه رازی برای پنهان کردن نداره. ممنونم که تا انتهای این حکایت پر از فراز و نشیب همراه من بودید. امیدوارم این قصه آرامش رو به قلبتون برگردونده باشه. اگه از این سفر شبانه لذت بردین یادتون نره که ما رو همراهی کنید. به من انرژی بدین که برای قصه های بعدی آماده باشیم. توی قسمت کامنت ها برام بنویسین اگر جای حمال بودی آیا این دروغ رو تا آخر ادامه میدادی؟ شب خوبی داشته باشید و خوابهای رنگی ببینید.